آیا میدونید پاشنه آشیل آقایون و یا خانم ها کجاست؟ یعنی اونجایی که شما اگر بهش ضربه بزنید کاملا عقلانیت و منطق طرف را از بین میبرید. برای آقایون یادتون باشه اقتدار و خانواده جزء مهمترین ارکان یک مرد هستند و ضربه به هر کدوم از اینها باعث میشه که اون مرد کاملا عقلانیت خودش رو از دست بده و بدون فکر و بدون هیچ گونه تعقلی حرف بزنه و تصمیم بگیره و رفتار کنه. و برای خانوم ها شما این دوتا پاشنه آشیل، یک راجع به هیکل و زیباییشون و دو راجع به سلیقه‌شونه. اگر شما به این هم ضربه بزنید اون خانم دیگه نمیتونه منطقی فکر کنه. اگر شما به یک آقایی بگید که چقدر چاق شدی، هیچ محلی از اعراب نداره براش. اگر همچین حرفی رو به خانم بزنید، یعنی خانم رو نبینید چاق شدی، لاغر شدی، موت زشته، و این باعث کاملا فروپاشی اون خانم میشه. و بالعکس اگر شما به آقایی بگید بازم نتونستی هزینه رو در بیاری، فلانی رو نگاه کن چقدر درآمد داره، نمیتونی یه لامپ ببندی، یعنی اقتدار و قدرتش رو زیر سوال ببرید، کاملا اون مرد میپاشه. اگر خانوادهش رو زیر سوال ببرید دیگه عقلانیتی براش وجود نداره که تفکر کنه. پس این دوتا نکته رو یادتون بمونه.